ببخشید خانم، کافه رستوران سیتو هستین اطراف؟ خب بیاید کافه بابایی من. قربونت برم دختر قشنگم. بله تشریف بیارید، همین بالای پست بانکه. اما خسته نباشه. پکای افطار جمع‌جور کن موقع شام بازاره. کی اومدید؟ چرا من نگفتید بعد؟ سلام مسعود جان، خسته نباشید. مسعود جان بسته دیگه، یکم به خودت استراحت بده. خیلی تو این کافه خودتو درگیر کردی. چشم. سلی تو الان من درساتو بنویسید، شب بعد زود بخوابی که بابایی. من اصلا دیگه دوست ندارم بخوابم. راست میگه بابا قشنگم. بریم خونه درساتو بنویس که باید زود بخوابی. چرا دوست نداری شب زود بخوابی بابا؟ من قول میدم دیگه زود بیام خونه. چون وقتی بیدار میشم تو رو نگاه میکنم ریشه ته سفیدتر میشه پیر نشی بابایی. دورت بگم بابا بی بخرم. پدر یعنی گرمی یک خانه. بابایی میدونی که خیلی دوست دارم. پدر یعنی شونه مردانه.